زندگی با مردم درس‌هایی داره که قطعاً معتبرترین دانشگاه‌ها ندارن. وقتی که با مردم هم کلام میشی، ناخودآگاه یه جمله‌ای ازشون شنیده میشه که میتونه برای همیشه دیدگاه تو رو نسبت به یه موضوعی عوض کنه. چرا که اون فرد اون جواب رو از ته دل خودش به ما داد و تجربهش کرده. مردم پر از حرفای نگفته‌اند. به خاطر همین تصمیم گرفتم به دل جامعه بزنم و سوالاتی رو از مردم بپرسم که درس‌های بی‌نظیری داره. اگر شما هم سوالی دارید که براتون دغدغه است، حتما توی کامنت ها سوال خودتون رو بپرسید تا توی قسمت های بعدی سوال شما رو هم از مردم بپرسم. شهر زیر نگاه من است. مهمترین دغدغه این روزاتون چیه؟ اسپانسر این ویدیو هلدینگ رسانه‌ای بیمبو هست. شرکت بیمبو در زمینه ارائه خدمات تخصصی برای رشد و توسعه صفحات در شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف فعالیت می‌کنه. اگر به دنبال بهبود عملکرد پیج خودتون در سوشال مدیا هستید، برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا صفحه اینستاگرام بیمبو مراجعه کنید. مادیات متاسفانه نبودش بسیار بده. به نظر شما تو جامعه ما درس بهتره یا پارتی؟ درس. شاید توی این جامعه خوندن درس ما رو به جایی نرسونه، ولی از نظر اجتماعی و نظر شخصیتی قطعاً پیشرفت خواهیم کرد. اگه به عنوان یه خانوم حقتون رو بخورن چی کار میکنید؟ حقمو میگیرم. به هر قیمتی که شده؟ بله. تجربهش هم داشتی تا؟ بله. مرد و زن نداره. کسی که حق با او باشه قطعاً برای حقش تلاش میکنه و میگیره حقش رو. آخرین باری که از ته دل خوشحال شدید کی بوده؟ یادم نمیاد. حالا تجربهش داشتید کسی دلتون رو بشکونه؟ بله. که درمون تعریف کنید؟ خیر. دل شکستن میتونید توصیف کنید چه حالی داره؟ بله. از درون فرو میریزی. بهترین آدمی که توی زندگیتون دیدید کی بوده؟ مادرم. بسیار انسان با گذشتی بود و توی زندگیش 2-3 تا چیز خیلی مهم بود. انسان بودن، حلال حروم، صداقت. دلتنگ کسی هم هستید؟ بله. کیه؟ دوست پسر سابقم. بزرگترین حسرتی که یه آدم میتونه داشته باشه به نظر شما چیه؟ توی جوانی به اون چه که میخواد نرسه. دوست داشتید همین الان کجا باشید؟ امریکا، کالیفرنیا. چرا؟ شرایط بهتری هست اونجا قطعا. فرهنگ بهتری هست. رفاه بهتری هست. بیشتر مادیات هست دلیلشه. بله. به نظر شما مرد بودن سخت داره یا زن بودن؟ توی جامعه ما زن بودن. البته که هر دوتاش الان واقعا سخته. زن و مرد نداره ولی زن بودن. یعنی الان هم خانوم ها دغدغه نان دارن هم آقایون، اما خانوم ها بجز دغدغه نان امنیت هم ندارن. نگاه بد و خیلی چیزای دیگه. امیدوارم یک روزی آزاد باشی. بزرگترین درسی که زندگی بهتون داده چی بوده؟ هیچ کس دلش برای تو نمیسوزه. هیچ کس برای تو کاری انجام نمیده. تو فقط خودت رو داری. بزرگترین چیزی که از دست دادید چی بوده؟ مادرم. روحشون شاد. زنده باشی. بزرگترین دستاورد زندگیتون چیه؟ مستقل بودنم، رهایی. رهایی یعنی چی؟ رهایی یعنی اینکه زمانی که انسان توی یک چارچوبی هست که دوست نداره اون شرایط رو و از اون شرایط خودش رو نجات میده، میشه رهایی. نظرتون راجع به بلاگرهای اینستاگرام چیه؟ نظر خاصی ندارم. خیلی هم موافقشون نه، خیلی دنبال نمی‌کنمشون. به جز یکی دوتاشون که از قدیم هستن و به نظرم انسان های اصیلی هستن، بقیه‌شون نه. اگر که به نظر شما یه دختر خانم عاشق بشه و بخواد از این آقا پسر خواستگاری کنه، خوبه یا بده؟ بده. بده؟ بله. چرا؟ تعریف نشده. حداقل توی جامعه ما تعریف نشده. آره و اصلا نگاه کلا اصلا خواستگاری که هیچی. بری به یک پسر بگی که من دوستت دارم، کلا عوض میشه همه چی. جو میگیره؟ به شدت. تجربهش داشتی؟ خیر. نداشتی؟ خیر. اما دیدم، تو اطرافیانم دیدم. یعنی به دختر خانم‌ها پیشنهاد نمی‌کنید؟ خیر. خب حالا اومدیم یه خانومی دل داده شد، چیکار باید بکنه؟
به چیزه بسازه. اگر عاشق شد الان عشق وجود نداره واقعا. راهکاری ندید. خیر. به نظر شما دوستی اجتماعی بین دختر و پسر درسته یا نه؟ ببین دوستی عاطفی منظورم نیست، دوست اجتماعی. ما دوست اجتماعی دختر پسر تو ایران نداریم. تهش میره دوباره میرسه به غیر اجتماعی بودن. روابط عاطفی دوباره باز میشه. بله بله. نظر شخصی من این هستش. مخالفید یا موافق؟ هیچ ایرادی نداره، اما بعدش میرسه به یه جای دیگه. خودتون دوست اجتماعی دارید؟ خیر. بدترین خصوصیت ملت ایران چیه؟ حزب باد بودن. بهترین خصوصیتمون چیه؟ مهربونیمون. خونگرمی جنوبیا به نظرم، غیرتی و پشت هم بودن ترک‌ها. گذشته پارتنر عاطفیتون براتون مهمه؟ گذشته پارتنر عاطفی تا جایی که آسیب به من نزنه خیر. چرا؟ گذشتهش بوده دیگه، اسمش روشه گذشته است. ولی نه اگر بخواد ادامه دار باشه و کماکان خیر. اگه قرار باشه تا آخر عمرتون فقط با یه نفر در ارتباط باشید اون کیه؟ فرزنده. فرزنده. بله. دختر یا پسر؟ پسر. چند سالشونه؟ 14. خب یه جمله میخواید بهش بگی؟ امروز تولدشه. امروز؟ چقدر جالب. خب پس دیگه حتما واجب شد یه جمله بهش. تمام دنیای من. خداتون ببخش. زنده باشی، متشکرم. خب سوال آخر، به عنوان یک بانوی ایرانی با همجنسگرایی موافقید یا مخالفید؟ موافقم. موافقید؟ چرا؟ به نظر من همجنسگرایی چیزی نیستش که به وجود بیاد، یعنی یک آدمی بخواد از اینجای زندگیش به بعد همجنسگرا بشه. این توی ذات اون شخص، توی طبیعت اون شخص نهفته شده و به نظرم وجود داره. یعنی اینجوری نیستش که مثلا من بگم اوکی من از امروز دیگه میخوام همجنسگرا بشم. طبیعتا توی وجود اون شخص هست. بسیار عالی. ما سوالامون تمام شد. اگه خودتون حرفی دارید بفرمایید. متشکرم. حرفی ندارم. خودتون هم بزنم معرفی کنید، سنتون هم. من تصویرتون هم بگید ممنون. خواهش می‌کنم. من ساره هستم، 39 سالمه و طراحی دوخت خوندم. طراحی دوخت. کارم هنره. بله. خیلی هم عالی. متشکرم. در اصل خیلی ازتون ممنونم. خواهش می‌کنم. زنده باشی. متشکرم.